یکی از دلایلی که ازدواج‌ها به پایان میرسه یا زندگی‌ها به پایان میرسه خیانت کردن هستش. گاهی وقتا اصلا خیانت رو قانون خیانت تلقی نکرده. دغدغه خیلی از ماهاست پرداخت تمام هزینه‌های زندگی مشترک طبق قانون با شوهره. از تعهدات زوجین که صحبت میکنیم، شوهر بدون توجیه خاصی میتونه زن رو هر وقت بخواد طلاق بده. اون خانم میتونه چه کاری بکنه؟ مهریه ها رفت به سمت و سویی که طرف فکر میکرد تضمین خوشبختیش خواهد بود. بچه اون موقع میشه ابزار گروکشی. گفته این درخت گردو رو من مهریه شما قرار میدم. اینکه ما این خطکشو گذاشتیم به نظرتون منطقیه؟ هر سکه بهار آزادی بالای 115 میلیون تومان قیمت خورده. امروز نمیدونم وقتی که پخشش کنیم چقدر میشه. یعنی چی حق حبس؟ منظور زندان نیست. به نظرم نه این ورش درسته نه اون ورش درسته. یعنی تمکین یه اصطلاح قانونیه، اصطلاح لغویش یعنی فرمانبری. و اگر زنی این فرمانبری رو نداشته باشه، ایفای وظایف زناشویی رو نداشته باشه، عشقو به زور نمیشه تزریق کنه دادگاه. یه سری کارها باید به دستور شوهر صورت گرفته باشه. من خودم اینو اصلا دون شأن زن میدونم. تا 4 تا زن میتونه بگیره مرد و 40 تا صیغه. 100 تا بی نهایت. چقدر در توانتونه. سلام. امروز توی اپیزود اثر مشترک در مورد یه موضوعی میخوایم صحبت کنیم که دغدغه خیلی همونه. ما وقتی تصمیم میگیریم ازدواج بکنیم به خیلی چیزا فکر میکنیم، از عقد، از چه کسایی رو دعوت بکنیم، کجا مراسم رو بگیریم و تصمیماتی که خیلی پیچیده است و خانواده ها هم درگیر میشن. ولی ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که توی این تصمیمات بخوایم مشاوره بگیریم از وکیل، مشاوره‌ای که شاید هزینه اونچنانی نداشته باشه برای شروع، ولی وقتی میگذره میتونه کمک حال آینده‌ای باشه که مشکلات پیش میاد و توی هر رابطه‌ای هم ممکنه اتفاق بیفته. امروز مهمون من آقای فاطمیان وکیل دادگستری هستن که سابقه قضاوت، تدریس و کارشناسی دادگستری در حوزه امور خانواده رو دارن و به نوعی خیلی وقت توی این حوزه گذروندن. دوست دارم از تجربیاتشون استفاده بگیرم و بتونه یک اپیزود مفیدی باشه. خوشحالم که گوش میکنید. سلام آقای فاطمیان، خیلی خوش اومدید. سلام، عصرتون بخیر، متشکرم، هستم خدمتتون. امروز دغدغه خیلی از ماهاست که توی این سن هستیم بدونیم که اگر بخوایم قبل از ازدواجمون به یه وکیل مراجعه بکنیم، اون وکیل چه کاری میتونه برای ما انجام بده، چه هشداری رو میتونه بهمون بده، آیا میتونه بهمون بگه که ازدواج نکنید، شما به درد هم نمیخورید. میخوام دقیقاً نقش وکیل رو قبل از ازدواج بدونم. خوشبختانه تو این چند سال اخیر مراجعه به مشاور خانواده برای مشاوره های قبل از ازدواج موضوع جا افتاده ایه، ولی رجوع به وکیل قبل از ازدواج موضوع جا افتاده ای نیست. بحث خیلی خوبی رو مطرح کردید. مراجعه به یه وکیلی که تخصص خانواده داشته باشه میتونه طرفین و خانواده ها رو نسبت به تعهدات همدیگه در موضوع ازدواج آشنا بکنه، میتونه با قوانین اونها رو آشنا بکنه، موضوعاتی که مرتبط با بحث مهریه است و تعهدات زوجین، بحث مراسمات، بحث تهیه جهیزیه و موضوعاتی که برمیگرده به روابط زوجین در طول زندگی مشترک. برام سوال پیش اومد، از تعهدات زوجین که صحبت میکنیم دقیقاً منظورمون چیه؟ توی چه بخش هایی منظورتونه؟ ببینید، زوجین یه سری تعهدات اخلاقی و عرفی در قبال همدیگه دارند، یه سری تعهدات قانونی به اونها بار میشه. تعهدات قانونی مثلا زوجین باید از قبل آشنا بشن که حقوق هر کدومشون چه مواردیه، راجع به چه موضوعاتی اختیار دارند، راجع به چه موضوعاتی باید نظر همسرشون رو بپرسن. مثلا باید زوجین توجیه باشن که پرداخت تمام هزینه‌های زندگی مشترک طبق قانون با شوهره و زن در زمینه زندگی مشترک هیچ تعهدی به قبول مخارج نداره، ولی اینکه درآمد داره برای خودش، میتونه درآمد خودش رو صرف مسائل شخصی بکنه. این رو باید توجیه باشن زوجین. توجه میکنید؟ خب خیلی وقتا این موضوع جا افتاده نیست، یا تعهداتشون در قبال فرزند مشترک، یا تعهداتشون در قبال نمیدونم اختیاراتی که میتونن به همدیگه بدن، مثلا برای خروج از کشور همسر، زوج منظورمه،
امروز شروط ضمن عقد خیلی کلمه بورسی شده و کلمه‌ای که داره استفاده میشه و زوجین یاد گرفتن که قبل از اینکه بخوان ازدواج بکنن سراغ شروط ضمن عقد برن. میتونیم یه ذره توضیح بدید که حقوق اصلی از چه مواردیه توی این موضوع؟ بله، شروط ضمن عقد بخشیش به صورت پیشفرض توی سندهای ازدواج اومده، از قدیم بوده، الان هم هست. یه بخش‌هایی رو اضافه میکنن. ببینید طبق قانون بخوایم صحبت بکنیم، مثلا زن باید جایی سکنا داشته باشه، زندگی بکنه که شوهر تعیین میکنه. خب خلاف اینا اگر بخوایم، طرفین میتونن ضمن عقد توافق بکنن به عنوان یه شرط ضمن عقد. یا مثلا فرض طبق قانون ما طلاق به اختیار شوهره، زن نمیتونه متقاضی طلاق باشه مگر در شرایط خیلی خاص، مثلا یکی اسر و حرجش ثابت بشه، یعنی در زندگی انقدر دچار تنگی و فشار بشه که ناچار باشه برای طلاق، ولی شوهر بدون توجیه خاصی میتونه زن رو هر وقت بخواد طلاق بده یا متقاضی طلاق باشه. خلاف این هم میشه توافق کرد در قالب اعطای وکالت ضمن عقد ممکنه. یا مثلا بحث خروج از کشور رو داریم. خانم‌ها وقتی ازدواج میکنن برای خروج از کشور و گرفتن پاسپورتشون نیاز به اجازه شوهر دارن و خب ممکنه شوهر ممانعت کنه، مگر اینکه از قبل هنگام ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد این رو پذیرفته باشن. توجه میکنید؟ بله. اینها در قالب شروط ضمن عقد قابل پیش بینی هست و قابل توافق هست. حق ادامه تحصیل، حق اشتغال به کار، شوهر در شرایط خاصی میتونه از ادامه کار زن جلوگیری بکنه. اگر خانمی مایل در یک زمینه کار به خصوصی حتما اشتغال داشته باشه، اینو به هنگام ازدواج و به عنوان شرط ضمن عقد میتونه با شوهرش توافق داشته باشه. ممنونم از توضیحتون. 2 تا سوال برام پیش اومد. اول اینکه گفتید که اگر اشتباه نکنم هزینه امور زندگی با همسر هستش. این در با واقع شوهر با شوهر هست. خواستم بدونم این در واقع همون نفقه هستش که باید پرداخت بشه و شرایط خاصی داره. و دومین سوال راجع به اسر و حرج بود و اون شرایط سختی که زن توی زندگیش داره که باید اثبات بشه برای اینکه بتونه طلاق بگیره. خب این چیزی نیستش که خیلی اوقات به چشم دیده بشه. اثباتش چجوریه وقتی به نوعی نامرئیه؟ ببینید نفقه رو که اشاره کردید عنوان قانونی تهیه تمام مایحتاجی زندگی نرماله که وظیفه شوهره. توجه میکنید؟ اما از تهیه خورد و خوراک، پوشاک، محل سکونت، هزینه های درمان، یعنی تمام نیازهای متعارف زوجه یعنی خانم با توجه به شؤوناتش به عهده شوهره. این شؤونات رو ذره توضیح میدید چون میدونم توضیح جالبی هم داره. با توجه به شؤونات که میگم یعنی ممکنه که فرد تو زندگی خانوادگیش، یعنی خانم تو زندگی خانوادگیش از یه سطح شؤونات خاصی، یه طبقه اجتماعی خاصی برخوردار بوده، تحصیلات خاصی داره، توی یه پایگاه اجتماعی خاصی بزرگ شده و زندگی کرده. خب طبق اون شؤونات باید مثلا محل سکونتش فرزن یا نوع تغذیه‌اش یا نوع تهیه البسش فراهم تا این بشه. حدم ریز میشه؟ بله، به هر حال یه خانمی که دارای تحصیلات عالیه هست شاید سطح زندگیش باید بالاتر از، شاید که بگم الزام قانونیه، باید بالاتر از یه خانمی باشه که فرزن تحصیلات عالیه نداره. حتی ببینید قانون یه چیز خوبی رو پیش بینی کرده یا چیز جالبی رو بگم پیش بینی کرده. میگه اگر خانم در زندگی خانوادگی خودش، یعنی خونه پدر و مادرش، مستخدمه داشته، بله، این جزء نفقش هست که شوهر برایشون مستخدم در نظر بگیره. یعنی اگر از یه خانواده خیلی سطح بالا و اشرافی بوده یا به واسطه وضعیت جسمانیش، خانم یه وضعیت جسمانی خاصی داره که باید حتما خدمه داشته باشه، فراهم کردن خدمه مستخدمه برای این خانم جزء نفقش محسوب میشه. سطح شؤونات یعنی این، یعنی شما نمیتونید از منطقه شمال شهر خواستگاری دختری برید و برای تهیه سکونتش برید مثلا جنوب شهر. توجه میکنید؟ یا مثلا طرف توی یه خونه خیلی خوبی زندگی خیلی آبرومند و اشرافی شاید داشته باشه با یه متراژ بالا،
توجه میکنید؟ نمیتونید اینو ببرید توی یه زیرزمینی به قول معروف تو منطقه کم برخوردار شهر سکونت بدید بگید این محل سکونته. نه. خب ببخشید، من سوالی که برام پیش میاد اینه که خیلی جالبه که قانون اینها رو پیش بینی کرده، ولی خب اگر خلاف این اتفاق بیفته اون زوجه، اون خانم میتونه چه کاری بکنه؟ ببینید، پرداخت نفقه پرداخت نقدی خرجی روزمره نیست. تهیه تمام لوازم و مایحتاج متناسب با شؤونات این خانم میتونه بره. حالا اینایی که میگم جنبه قانونیشو میگم. بله. طبیعتاً در مرحله اول با گفتگو باید حل و فصل بشه، ولی از نظر قانونی بخوایم بگیریم اینها هم میتونه مصداق ترک انفاق تلقی بشه. ترک انفاق یعنی اینکه شوهر نفقه رو تأمین نمیکنه یا بخشی از اون رو تأمین میکنه. توجه میکنید؟ بله. میتونه طرح دعوا بکنه و مطالبه نفقه طبق شؤونات خودش رو داشته باشه و شوهر رو قانون ملزم میکنه به اینکه با توجه به شؤونات برای این بایستی نفقه رو تأمین بکنه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من خودم چون اسم می‌کنم وسط صحبتتون پریدم، یک سوال دیگه جا موندش. اون سوالی که پرسیده بودم راجع به اینکه این اسر و حرج و سختی‌هایی که خانم کشیده رو چه جوری میتونه اثبات بکنه برای اینکه بتونه طلاق بگیره. ببینید، قانون یه سری مصادیقی رو برای اسر و حرج، حالا اسر و حرج من بدم توضیح بدم، یعنی اینکه یه شرایطی پیش بیاد که زن عرفاً نتونه توی اون زندگی آرامش و آسایش داشته باشه. توجه میکنید؟ حالا فرضاً شوهر ممکنه دست به زن داشته باشه، آزار جسمانی بده زن رو، ممکنه عرض شود خدمتون آزار کلامی بده یا اون شرایط مطلوب زندگی رو برای این فراهم نکنه، یا حتی میخوام بگم یه خورده دامنش رو گسترده تر بکنیم، نیازهای عاطفی زن رو هم برآورده نکنه، شاید مصداق اسر و حرج بشه تلقی کرد. یه سری مصادیق مشخص اسر و حرج رو قانون پیش بینی کرده، در قانون مدنی اومده، ولی این نیست که محدود به اون موارد باشه. این وظیفه قاضیه که تشخیص بده این وضعیت زن میتونه مصداق اسر و حرج تلقی بشه یا نه. من یه نکته‌ای رو خدمتون ارائه بکنم. ببینید، هدف از ازدواج چیه؟ هدف از ازدواج اینه که طرفین با رضایت و با اختیار در قالب عقد رسمی و شرعی یه زندگی مشترکی رو به وجود بیارن، تأسیس بکنن برای رسیدن به نهایت آرامش روح و روان و آسایش جسم. توجه میکنید؟ اگر خلاف این باشه که نقض غرض خواهد بود، خلاف فطرت خواهد بود. توجه میکنید؟ پس بنابراین اگر زنی اومد به یه دلیلی عنوان کرد که من در وضعیت اسر و حرج هستم، اون نیازهایی که لازمه یک زندگی عادی هست تامین نمیشه. مثلا شوهرم اعتیاد داره و این اعتیادش منو اذیت میکنه، یا عرض شود هیچ جوره اصلاح نمیشه، یا مثلا میخوام بگم به کل با خانواده من مراوده نمیکنه و منو محروم کرده از اینکه با خانواده‌ام مراوده داشته باشم. خیلی مشکل مرسومی هم هستش. بله. من خیلی شنیدم. ببینید، این صراحتاً در قانون نیومده ولی میتونه مصداق اسر و حرج تلقی بشه. بگه اومده به قول معروف من یه فرد اجتماعی هستم، منو محروم کرده از اینکه حتی با دوستان نزدیکم با خانواده‌ام مراوده داشته باشم، خودشم که هیچ مراوده‌ای رفت آمدی با خانواده من نداره و از نظر روحی من خیلی معذبم. حالا چجوری برای دادگاه ثابت میشه؟ گاهی وقتا شوهر خودش اقرار داره به این موضوعات و اقرار خودش شاه دلیل موضوعاته. بله. توجه میکنید؟ و این دیگه وظیفه قاضی دادگاهی که این رو مصداق اسر و حرج تلقی بکنه یا نه. گاهی وقتا انکار میکنه، قرائنی هست، مثلا میگه دست رو من بلند کرد رفتم شکایت کردم، اینم گواهی پزشک قانونی، یا همیشه تو خونه ما سر و صدا و جنگ اعصاب هست، همه همسایه ها شهادت میدن، اینم استشهادیش. یه بحثی هم خودم دوست داشتم اضافه بکنم راجع به شروط ضمن عقد که صحبت میشه. خیلی از زوجین اینجوری هن که
طرفین که راجع به شروط ضمن عقد و قراردادهایی که قبل ازدواج میتونن با هم تنظیم کنن بحثش میشه، طرف مقابل میگه که پس تو به من اعتماد نداری که میخوای این حقو از من بگیری، تو حق طلاق میخوای، مثلا میخوای من حق تحصیل بدم، میترسی یعنی من ندم، یعنی باور نمیکنی منو. ولی واقعیت به نظرم این نکته باید گفته بشه که یه جوری این نقش، این شروط، این عقود میتونه مثل کمربند ایمنی باشه. وقتی شما توی ماشین نشستی شما 100% به راننده اعتماد داری، ولی خب کمربند ایمنی هست، ایربگ هست که اگر خدایی نکرده مشکلی پیش بیاد بتونید آسیب این موضوع رو کمتر کنید و کنترلش بکنید. حس میکنم که باید راحت‌تر راجع به این موضوع ها با هم صحبت کنیم. زوجین باید بتونن با هم گفتگو بکنن و راجع به خیلی چیزها قبل ازدواج تصمیم بگیرن، مثلا فرزندآوری، مثلا اینکه اگر خدایی نکرده ما از هم جدا شدیم حضانت این بچه با کی باشه. این صحبت‌ها یه لازمیه که قبل ازدواج صورت نمیگیره. خواستم نظرتون رو بدونم راجع به اینکه اصل حضانت و فرزندآوری چگونه میتونن قبلش صحبت بکنن و قانون آیا اقداماتی راجع به این موضوع در نظر گرفته؟ بله، ببینید مثال خیلی خوبی زدید در رابطه با شروط ضمن عقد. بحث اعتماد و عدم اعتماد نیست، بحث سر اینه که یک سری مسائل رو قانون پیش بینی کرده و تعیین تکلیف کرده که طرفین ممکنه در روابط خصوصیشون بخوان خلاف اون رو توافق بکنن. این توافقات خلاف اون هست. خب طبیعتاً پیش بینی و آینده نگری موضوعات باید حتما صورت بگیره، مثل بحث همین خروج از کشور رو که مثال زدیم. خب اگر این به عنوان شروط ضمن عقد پیش بینی نشه، حالا به هر دلیل، زندگی همیشه بالا و پایین داره، 100%. توجه میکنید یه روز ممکنه، از قدیم هم گفتن بعضی اختلافات نمک زندگی ممکنه تلقی بشه، همیشه روی خوش زندگی نیست، گاهی وقتی یه اختلاف سلیقه هایی هست، اختلاف نظرهایی هست. خب خانم میتونه با آگاهی که نسبت به اختیارات شوهر در زندگی مشترک داره، اون چیزایی که ایدئال خودش هست رو از قبل اعلام بکنه و این نوشته بشه. بحث اعتماد یا عدم اعتماد نیست. طرفین مثلا راجع به مهریه توافق میکنن و توافقشون رو مینویسن، سند میشه. یا بخش اعظمی از شروط اصلی ضمن عقد به صورت پیشفرض در سندهای ازدواج اومده. البته طرفین میتونن قبول نکنن و امضا نکنن، ولی میبینید به صورت روتین همه رو دارن امضا میکنن. توجه می‌فرمایید که یه سری حقوقی رو برای زن داره پیش بینی میکنه. پس بنابراین خوشبختانه تو این چند سال تاب و شکنی شده و زوجین خیلی گارد نمیگیرن راجع به این موضوع. یعنی توی صحبت‌های مقدماتی که برای ازدواج دارن راجع به این مباحث صحبت میکنن. راجع به فرزند چطور؟ راجع به فرزندم به همین ترتیب میتونن توافق بکنن. حالا شاید این توافقشون خیلی هم الزام آور نباشه که ما در آینده بچه‌ای نداشته باشیم. توجه میکنید این که الزام قانونی داره یا نداره، این شرط بحث دیگه ایه، ولی حداقل روشنگری کردن. راجع به حضانت شما صحبت کردید. حضانت یعنی که نگهداری و مراقبت از طفل. بله. خب طبیعتا تا وقتی که زن و شوهر با هم زندگی میکنن، توی یه مکان زندگی میکنن، حضانت یعنی نگهداری فرزندم با هر دوه. اصلا قانون عنوان کرده نگهداری اطفال حق و تکلیف پدر و مادره. هم به عنوان حق شناخته شده، هم به عنوان تکلیف یا وظیفه شناخته شده. خب تا زمانی که با هم زندگی میکنن و اختلافی ندارن که هیچ، با هم دارن زندگی میکنن، بحث حضانت به عهده پدر باشه یا مادر باشه کی پیش میاد؟ وقتی که اختلافات پدر و مادر صورت میگیره و اینها دیگه با هم زیر یک سقف زندگی نمیکنن و بچه اون موقع میشه ابزار گروکشی. احسن. خب اینجا قانون تعیین تکلیف کرده، گفته صرف نظر از جنسیت فرزند که دختر باشه یا پسر باشه تا 7 سال حضانت اولویتش با مادره، بعد از 7 سال با پدره. این یه خطکشی که قانون گذاشته. توجه می‌فرمایید؟ خب طرفین میتونن راجع به این هم خلافش رو توافق بکنن. توجه میکنید؟ به هر ترتیب و توافق طرفین تا زمانی که خلاف نظم عمومی، خلاف شرع، خلاف صریح قانون نباشه، توافقات طرفین رو قانون محترم میشماره. این منطقیه به نظر شما؟ چون خیلی سوال پیش میاد توی جامعه که این 7 سال از کجا اومده، این که
بعدش با پدر؟ چرا با پدر؟ چرا با مادر نه؟ اینکه ما این خطکشو گذاشتیم به نظرتون منطقیه؟ حالا منطقی هست یا نیست و چرا بعد از 7 سال با پدره؟ خب نباید وارد این فاز بشیم. آره منم به شما حق میدم، یا شاید عقیده خود من هم این باشه که مثلا یه دختری که میرسه به سن 10 سالگی 11 سالگی ابتدای بلوغ جسمیش هست، شاید به مادر بیشتر نیاز داشته باشه تا پدر. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مسائلی که برای یه دختر تو سن 10-11 سالگی به بعد پیش میاد، مادر خیلی راهنمای بهتری میتونه براش باشه تا پدر، ولی قانونگذار به این ترتیب تشخیص داده. بله. البته در موارد خاصی جدای از بحث توافق ممکنه سلب حضانت هم بشه. توجه می‌فرمایید؟ مثلا اگر مشخص بشه یه پدری فساد اخلاقی داره، خب برخورد نمیکنه با این بچه، یا در تربیتش کوتاهی و اهمال داره، با تشخیص دادگاه ممکنه سلب حضانت هم صورت بگیره، ولی اون فرع بر قضیه است. اصل بر اینه که یه میزانی رو مشخص کردن، 7 سال رو گذاشتن، مبنا رو بر این گذاشتن که قبلش با مادر باشه بعد با پدر. همینه که میگم یه سری موضوعات قانونی رو از قبل میشه یا حتی بعداً راجبش توافق کرد و متاسفانه همین قانون گاهن میشه ابزار گروکشی یا به قول شما وجه المصالحه قرار دادن فرزند. توجه میکنید؟ مثلا وقتی به اختلاف میخورن و حالا زن متقاضی طلاق هست، شوهر به خاطر اینکه اینو راحت تر طلاق بده میگه خب مثلا راجب وضعیت فرزندان باید اینطوری توافق کنیم، یا به عکس، یا مثلا اگر میخوای من حضانت بچه رو بهت بدم از مهریت بگذر. همین دقیقاً یه جوری ابزار میشه، مثلا میگن مهریت رو نصفشو ببخش یا کامل ببخش تا من مثلا حضانت رو به شما بدم. همینه. بله. راجب مهریه بحث شد که داشتید میگفتید این کلمه هایی مثل مهریه قرار بود نقش مهر و محبت رو ایفا کنه، کلمه مثل نفقه قرار بود نقش حمایتی داشته باشه، ولی اینها از یه جای کاربردشون عوض شد. یعنی الان اصلا اسم کلمه مهریه و نفقه و کلمه‌های پیچیده‌ای میادش مثل اجرت المثل، اینا کلمه‌ای که بار منفی میده، شما پشتش انگار یاد زندان، یاد دعوا، یاد دادگاه میافتید. خواستم بدونم که از کی این ماهیت عوض شد، یعنی مشکل از کجا پیش اومدش که اینقدر این دعواها گسترده شد؟ ببینید بحث خوبی میشه راجع به مهریه، نفقه، اجرت المثل و امثالهم داشت، ولی خب خیلی طولانی و مفصل میشه. خلاصه کلامش همینه که شما گفتید که خیلی از این مواردی که در قانون اومده ریشه در عرف ما، ریشه در شرع ما، ریشه در عقاید ما داره و جنبه‌های حمایتی که قانونگذار برای حفظ شؤونات و حقوق زن در نظر گرفته. تا یه مرحله خیلی خوب بود، یعنی همونطوری که گفتید مهریه یعنی اینکه زن متقاعد بشه که شوهر برای این ازدواج خیلی راغبه و برای نشون دادن مهر و محبت خودش یه کادو، یه هدیه‌ای در خور به زن میده. و در قدیم هم واقعا همین الان هم شما در بخش‌هایی از کشورمون که هنوز ریشه های سنتیشون قوی تر مراجعه بکنید، میبینید اون چیزی که هست و وجود داره رو مهریه قرار میدن. مثلا شوهر یا خانواده شوهر یه ملکی داشتن، زمین زراعی داشتن، یه دنگش و یه بخشیش رو به عنوان کادو و بخشی از مهریه یا خود مهریه به خانم تقدیم میکردند و مفهوم مهریه هم همین بوده. اصلا درختش رو، مثلا یه فردی بوده کشاورز بوده، درخت گردویی داشته خیلی براش ارزشمند بوده، میگفته این درخت گردو رو من مهریه شما قرار میدم، تقدیم میکرد. یا حتی اون جواهرالاتی که میخریدن و الان هم میخریدن به عنوان بخشی از مهریه قرار میدادن یا تمام مهریه، و مهریه فی‌الحال وصول میشده، در لحظه وصول میشده، گیر بعدی نبوده یا بخش اعظمش وصول میشده. ولی متاسفانه از یه جایی به بعد مهریه ها خب رفت به سمت و سویی که طرف به عنوان
فکر میکرد تضمین خوشبختیش خواهد بود خانواده دختر. یه جوری پشتوانه میگن هستش براشون. بحث پشتوانه هم خوب بحثش، توجه میکنید چرا؟ شاید یکی از اهداف مهریه هم همین باشه، چون مثلا سهم الارث زن از شوهر به نسبت سهم الارث سایرین خیلی کمه. یعنی ارثی که میبره هم زن از شوهرش میبره. مثلا شما در نظر بگیرید یه زن و شوهری با هم دیگه 40 سال 50 سال زندگی مشترک داشتن، از صفر شروع کردن به یه مرحله‌ای رسیدن، الان شوهر امکانات مالی خیلی خوبی داره و فوت میکنه و پدر و مادر اون شوهر زنده هستن، 1/6 به پدرش میرسه، 1/6 به مادرش میرسه، یعنی مجموعاً 1/3 سهم اون شوهر رو میبرن، در حالی که زن فقط 1/8 از سهم اون شوهر رو میبره و بقیهش ببینه بچه ها تقسیم میشه. 1/8 کجا در مقابل 1/3 جمع پدر و مادر که اگر زنده باشن یا فرزندانی که حالا پسر و در صورتی که به قول شما اینا 40-50 سال با هم زندگی کردن، در واقع انگار هر چی دارن با هم بوده. آفرین. ببینید مهریه اونجا خیلی مفهوم پیدا میکنه که جبران اون کسری سهم الارث رو داشته باشه. پس بنابراین ما نمیگیم الانم مهریه ها رو خیلی ناچیز بگیرید، نه. ببینید ولی میخوام بگم این کشمکش هایی که برای مهریه به وجود میاد کشمکش های زیبنده نیست. یعنی دختر خانوما آقا پسرها باید توجه داشته باشن هر آن چیزی که ابتدا اگر مهریه براشون خیلی مهمه، مسائل مهمی هست، توجه میکنید از ابتدا بگن آقا هر چی داری بیا نصف نصف، فرض قضیه بله. مثالی که من میزنم به عنوان مهریه من قبول میکنم، یا یه بخشی رو تعهد بکن. حالا الانم بحث اندل استطاعه در سندهای ازدواج هم قید شده. اندل استطاعه و اندل مطالبه، الان من دارم همین رو میگم، یه خورده کلمش کلمه ثقیلیه. بله. خب اندل مطالبه یعنی تا زمانی که مطالبه بشه، درخواست بشه، به محض مطالبه شوهر بپردازه، سوایی از این که داره یا نداره، اگر نداره ثابت کنه نداره و قسطی بپردازه. خب ولی اندل استطاعه یعنی موقعی که توانایی پرداخت داشت مهریه رو بده و این خوشبختانه الان چند سالیه به صورت فرمت تو سندهای ازدواج همین درج میشه و طرفین میتونن توافق کنن. مثلا میخوام بگم مهریه ها رو الان گذاشتن بر مبنای سکه بهار آزادی. توجه میکنید الان که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم هر سکه بهار آزادی بالای 115 میلیون تومان قیمت خورده، هر یه دونه سکهش. حالا شما در نظر بگیرید 100 تا سکه چه مقداری میشه، 10 تا سکهش چه مقداری میشه. الان چند درصد از جوانای ما، پسرهای جوان ما در لحظه میتونن مثلا 5 تا سکه بهار آزادی یه چیز حدود 600 میلیون میشه حدوداً. توجه میکنید 550 تا امروز نمیدونم وقتی که پخشش کنیم چقدر میشه. چند تا از پسرای جامعه ما در لحظه میتونن. خب اندل مطالبه یعنی که همین که من زن درخواست کردم شما مکلفی بدید، حتی وقتی با همدیگه دارن زندگی میکنن. بله دارن با هم دیگه، چون خیلی فکر میکنن طلاق که میگیرن تازه مهریه. نه، حتی بعد از ازدواج به محض اینکه عقد ازدواج جاری شد، ثبت شد، خانم میگه خب الان مهریه من رو بده تا من بیام با شما زیر یک سقف زندگی بکنم. میتونه نیاد تا قبل از اینکه بله اصلا حق قانونیشه. حالا من اصطلاح قانونی و حقوقیشو بگم، یه خورده اصطلاحش هم شاید عجیب به نظر، حق حبس. این پیش بینی شده برای دختر خانم. یعنی چی حق حبس؟ منظور زندان نیست، یعنی اینکه زن میتونه تا قبل از اینکه مهریه‌اش رو نگرفته از ایفای وظایفی که در قبال شوهر داره به عنوان همسر خودداری کنه تا تمام و کمال مهریه‌اش رو بگیره. حتی اگر مهریه‌اش به موجب حکم دادگاه قسطی بشه، رأی وحدت رویه داریم که تا آخرین قسط حق حبس ساقط نمیشه. خب ممکنه سالها طول بکشه. بله. ببینید همین مسائله که میگم باید فکر شده این جوانای ما قبل از ازدواج راجبش تصمیم گیری کنن. آقای شوهر، آقا پسری که میخوای بری داماد بشی و بگی هرچی خانومم گفت میذارم رو چشم به عنوان مهریه قبول میکنم. اینی که من ابتدای صحبت با شما گفتم قبل از ازدواج کنار مشاور خانواده از مشاوره یه وکیل متخصص در امور خانواده هم بهره بگیرید، برای همینه
که به تکالیفتون، به حقوقتون آشنا بشید، به عواقب تصمیماتی که میگیرید آشنا باشید و با آگاهی کامل تصمیم بگیرید. یعنی زندگی میرسه به یه مرحله‌ای وقتی به اختلاف میخورن که اسمن زن و شوهر هستن، عملا زن و شوهر نیستن. در واقع میگن طلاق عاطفی گرفتن از هم. طلاق عاطفی گرفتن، توجه میکنید، یا طلاق خاموش گرفتن ولی اسمن از هم جدا نیستن. شناسنامه هاشون به عنوان همسر اسم همدیگه قید شده و در اون مدت شوهر باید نفقه زن رو بده، علی‌رغم اینکه اصطلاحاً در تمکین شوهرش نیست چون از حق حبسش استفاده کرده. توجه میکنید تا زمانی که مهریه داده نشده زن تمکین نمیکنه با همدیگه زندگی رو مشترک یعنی یه وضعیت پیچیده‌ای پیش میاد. پس این اصطلاح تمکین یعنی چی؟ یعنی تمکین یه اصطلاح قانونیه، اصطلاح لغویش یعنی فرمانبری. حالا یه خورده مفهوم خاص‌ترم به کار ببریم، ایفای وظایف زناشویی، وظایفی که زن در قبال شوهر داره هم به عنوان تمکین میشناسن. حالا تمکین خودش یه مفهوم عام داره، مفهوم ریزترش همون مسائل خاص زناشویی میشه، مفهوم عامش همون بحث فرمانبری میشه. و پرداخت مخارج زندگی زن که گفتید اسمش هست نفقه، منوط به این فرمانبری است و اگر زنی این فرمانبری رو نداشته باشه، ایفای وظایف زناشویی رو نداشته باشه و از تمکین اصطلاحاً خارج بشه، میگن مستحق گرفتن نفقه نیست، یعنی اون تامین مخارج دیگه به عهده شوهر نخواهد. من نظر شخصیمو اینجا میدم، اصلا صرفا طبق چیزی که میفهمم به نظرم نه این ورش درسته نه اون ورش درسته. یعنی از اون ور میگیم خانوم سر زندگیش نیاد تا مهریه‌شو رو کامل بگیره، از این ورم میگیم خب مرد باید نفقه بده حتی اگر از همدیگه جدا باشن و انگار به جفتشون یه سری مسئولیت‌ها بارشون رو به دوششون گذاشتیم که جفتشون رو اذیت میکنیم. میدونم که هدف قانون حمایت بوده ولی انگار این هدف محقق نشده و یه جورایی باعث مشکل هم یه جاهایی بشه. مثلا همین تمکین، من یه سوالی دارم، ما یه اصطلاحی داریم به اسم الزام به تمکین، من متوجه نمیشم، اینو میتونید توضیح بدید؟ ببینید، قانون برای نظم‌دهی به روابط اشخاصه. روابط اشخاص الزاماً مطابقت با اون قانون ممکنه نداشته باشه. قانون کجا اجرا میشه؟ زمانی که طرفین توافق نداشته باشن. البته بحث ما بحث خانواده است، بحث روابط خانوادگی. ببین، قانون خشکه، قانون روح نداره. برای نظم‌دهی به روابط، مخصوصا وقتی به اختلاف میخوره، باید ما یه معیار و میزانی داشته باشیم که تعیین تکلیف بشه و اون معیار و میزان اسمش قانونه. بحث تمکین، بحث الزام به انفاق، اینا تعهداتی بوده که برای طرفین در نظر گرفته شده. تا وقتی که طرفین با خوبی و خوشی زندگی میکنن، توجه میکنید، قانون اصلا مداخله نمیکنه. بحث مهریه منوط به مطالبه زنه تا قانون ورود پیدا بکنه یا ارشود دستگاه قضایی ورود پیدا بکنه. شما الان در نظر بگیرید خانواده های ما، پدر و مادر شما، پدر و مادر من و خیلی خانواده های دیگه، مهریه در میون بوده ولی تا زمان فوت هیچ وقت مطالبه ای نبوده. یا بحث اجرت المثلی رو که شما مطرح کردید، کدوم یک از خانواده هایی که خوب زندگی کردن، بدون اختلاف زندگی کردن، خانم بابت خدماتی که ارائه کرد در زندگی مشترک مطالبه اجرت المثل؟ یعنی چی اجرت المثل؟ حالا اینا بحثا هی تو هم دیگه گره میخوره. بله. توجه میکنید و اون سوال اصلی شما رو ممکنه من فراموش کنم، یادآوری کنم. بله، ببینید، اجرت المثل اصلا یه بحثیه که از سال، اگه اشتباه نکنم، 85 قانونگذار اومد عنوان کرد به صورت اضافه کردن یه تبصره به قانون مدنی که زن میتونه بابت خدماتی که در منزل ارائه کرده به شوهر مطالبه اجرت داشته باشه. البته منوط به چند شرط، 4 شرط باید محقق بشه و در دادگاه ثابت بشه تا زن بتونه اجرت المثل. حالا بخوام خیلی گذرا شروطشو بگم، یه سری کارها باید به دستور شوهر صورت گرفته باشه،
با عدم قصد تبرع صورت گرفته باشه، یعنی با قصد گرفتن اجرت، نه من باب رضای خدا اصطلاحا، اون کارها جزء وظایف قانونی و شرعیش نباشه، توجه میکنید، و اون کارها عرفاً دارای اجرت باشه. ببینید یه جنبه حمایتی داشته، در اون مقطع قانونگذار تشخیص داده که شاید این مفید باشه. مفید بود؟ من نمیپسندم، نظر شخصی من، حالا ولی اینکه حقوقی هم هستم، مردم عادی رو نمیدونم بپسنده. من خودم اینو اصلا دون شأن زن میدونم. یعنی چی؟ زن در پایان زندگی یا حتی پایان زندگی مشترک نه، با ادامه زندگی مشترک هم زن میتونه مطالبه اجرت المثل داشته باشه. یعنی بره بگه که آقا من تو خونه ایشون آشپزی کردم، آقای دادگاه منظورمه، تو خونه ایشون آشپزی کردم، خیاطی کردم، نمیدونم لباساشو شستم و باید برای اینها اجرت بده. خب این چه مفهومی داره؟ آیا ما شأن زن رو در حد یک، ببخشید، مستخدمه پایین نیاوردیم؟ اگر جنبه حمایتی هست، خب هم قالب مهریه شاید کفایت میکرد. شاید بعضی از قوانین ما نه تنها در استحکام خانواده مؤثر نیست، عکسش هم عمل میکنه. دقیقاً منم هم نظرم باهاتون. و هزینه فکر نمی کنم این اجرت المثل اصلا چجوری در نظر میگیرن، هزینه های مثلا این که مثلا الان اصلا چجوری ثابت میشه که من غذا درست کردم، مثلا کار کردم تو خونه. بحث اثباتش یه چیزیه، بحث تعیینش، میزانش یه چیز دیگه است. ببینید الان یه حق قانونی هست منوط به اون 4 شرط که البته من خودم معتقدم که اگر دادگاه ریز بشه، چون جمع اون 4 شرط باید صورت بگیره، توجه میکنید، اصلا قابل اثبات نیست. این هم یه جنبه میگم بیشتر حمایتی از حقوق زن بوده. بحث اثباتیش یه چیزیه، بحث حالا میزان مبلغش خب خیلی بهتره که طرفین با توافق راجع به اون، یعنی اگر دادگاه تشخیص داد که حالا باید یه مبلغی به عنوان اجرت المثل یا بهای خدمات پرداخت بشه، با توافق اون میزان مشخص بشه. اگر توافق نشد، دادگاه از باب رجوع به متخصص ناچار باید نظر متخصص که میشه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور خانواده، تعیین نفقه و اجرت المثل و اینا رو کسب بکنه. هرچند که دادگاه هم ملزم نیست، ولی از باب رجوع به متخصص این کار رو باید بکنه. این بحث اجرت المثل. من برگردم به سوال قبلیم. یه اصطلاح خیلی قشنگ رو گفته بودید، من میخوام از همون اصطلاحتون وام بگیرم و از اونورم ازتون بپرسم راجع به الزام به تمکین. شما گفتید که عشق رو به زور نمیشه تزریق کنه دادگاه و الزام به تمکین در واقع حکم درستی نیستش. میتونید یه ذره اینو برامون توضیح بدید؟ ببینید من اصلا یه بحث دیگه ای رو مقدمتاً بگم. دعاوی خانوادگی یعنی کنش‌هایی که طرفین در موضوعات روابط خانوادگی دارن، وقتی یه استارت کار میخوره مثل یک نهالیه که تو زمین کاشته میشه، اول شاخ و برگ نداره، ولی هر چی که ازش زمان میگذره این شاخ و برگ پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و طرفین یه جوری در مواجهه با هم دعاوی رو علیه هم دیگه مطرح میکنند. توجه میکنید؟ مثلا خانم میره استارت کارو میزنه، مطالبه مهریش حقشه. آقا میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه که الزام، ایشون در تمکین من نیست، فرضاً الزام به تمکین میده. الزام به تمکین یعنی چی؟ الزام به تمکین یه مقدماتی داره. مقدماتش چی؟ یعنی تمام وسایل تمکین باید از ناحیه شوهر فراهم بشه تا زن ملزم به تمکین باشه. تمام وسایل که میگم یعنی همه اون وسایل زندگی که طبق عرف ما به عنوان جهیزیه خانم آورده در منزل گذاشته، میتونه با خودش ببره، بفروشه، هر گونه ببخشه، هر گونه دخالتی میخواد تو اون داشته باشه و شوهر مکلفه که یک منزلی متناسب با شؤون زن تهیه بکنه، تمام وسایل زندگی رو خودش تهیه بکنه، دادگاه این قضیه رو احراز بکنه که تمام مقدمات تمکین فراهمه، بعد بگه خانم شما چون در قید زوجیت این شوهر هستید ملزمید که طبق قانون از ایشون تمکین بکنید. خب حالا حکم تمکین صادر شد،
حکم الزام زن به تمکین از شوهر، آیا میتونه مأمور بفرسته و این زن رو دستگیر بکنن و به قول معروف، ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، کشان ببرن تحویل منزل شوهر ببندن، در ببندن، بگن نه شما ملزمی به تمکین؟ نه، همچین چیزی نداریم ما. خب پس برای چی؟ به چه کار میاد این؟ همون بحث گروکشی است، بحث شاخه و برگ دادن است. وقتی یه حکم الزام به تمکین صادر میشه 2 تا خاصیت پیدا میکنه این حکم. یکی این که وقتی خانم زن میگه من نمیام، یعنی اثبات نشوز میشه. نشوز کلمه عامیانش بگم، اثبات نافرمانی میشه، یعنی من نمیخوام دیگه تحت فرمان ایشون باشم. زنش که هستم فقط به عنوان یک اسم در شناسنامه ایشون هستم، نه بیشتر. نمیخوام تحت فرمانبری کلیش باشم، نمیخوام به وظایف زن و شوهریم عمل بکنم. خب این میشه اعلام نافرمانی. پس بنابراین تعهد شوهر به تأمین نفقش از بین میره. دیگه نیاز نیست نفقه و هزینه. آره، چون دیگه این ثابت. این یه خاصیتشه. خاصیت دومش هم اینه که با توجه به این قضیه موجبی میشه که شوهر بره از دادگاه درخواست ازدواج مجدد بده. حتما شما آگاهی دارید که با داشتن همسر مرد نمیتونه زن دومی رو بگیره مگر با اجازه دادگاه و با رعایت شروطی. یکی از مواردی که دادگاه اجازه میده برای ازدواج دوم همینه که ثابت بشه که این خانم که الان همسر شرعی و قانونی این آقا هست به وظایف زناشوییش عمل نمیکنه و این هم با اعلام عدم تمکین زن خواهد بود. این میشه الزام به تمکین. اینی که میبینید یک شوهری میاد خودشو دچار درد سر میکنه که بره این حکم رو بگیره برای اینکه ازدواج مجدد کنه و نفقه نده. در واقع پس نیاز به رضایت دادگاهه، چون خیلی ها خب این موضوع رو میدونن که میگن توی شرع و قانون ما اومده که حالا میخوام اینو روشن کنید که شایعه است یا واقعیتی که تا 4 تا زن میتونه بگیره مرد و 40 تا صیغه. این خیلی توضیحش یعنی چی؟ 40 تا صیغه یا عقد موقت رو من نشنیدم. من فکر کنم اون 40 تا مبنایی نداشته باشه. جدی؟ 100 تا بی‌نهایت. چقدر در توانتونه؟ من نمیدونم، اینو نشنید، اینو یعنی شنیده بودم گفته بودن. ببین 4 تا زن عقدی دائمی رو همزمان یه مرد میتونه داشته باشه. آره طبق شرع ماست. اما استفاده از این حق شرعی تحت یک قانونی قرار گرفته. الان هر مردی نمیتونه بره همزمان 2 تا زن داشته باشه یا همزمان 3 یا 4 تا زن داشته باشه. باید با اجازه دادگاه باشه، اختیار همسر دوم و سوم و چهارم. اجازه دادگاه منوط به احراز شرایطی. توجه میکنید؟ طبیعتاً چون قانون ما یک قانون شرعی هست، حتما آگاهی دارید و مخاطبان شما هم این آگاهی رو دارن که قوانین بعد از تصویب باید به تصویب و یا تایید شورای نگهبان برسه و اعضای شورای نگهبان 6 تا فقیه هستن که تطابقش با شرع شیعه رو باید تشخیص بدن یا عدم مغایرتش با شرع رو تشخیص بدن. ولی من حس میکنم که البته باز این نظر شخصیه که شاید با شرع همخونی داشته باشه ولی با عرف امروز جامعه ما اصلا همخونی نداره. یعنی عرف جامعه خیلی از این مسائلی که ما داریم میگیم اصلا نمیپذیره. خب یعنی از حق خروج که اجازه بدیم که یه همسری حق خروج داشته، یعنی یک مردی به زنش اجازه بده حق خروج داشته باشه تا اینکه بتونه اجازه بگیره 4 زن بگیره مرد. خب ما به زن مگه همچین اجازه میدیم؟ خب به مرد نمیدیم. میگم اینا نظرهای شخصی منه که تو ذهنم میاد و نمیتونم بپذیرم که عرف ما این موضوعات رو قبول بکنه. خب صحبت خوبیه. عرض کردم قانون وحی منزل نیست. خود قانون پیشبینی اینو داشته که بعضی از موضوعات چون منحصراً برمیگرده به روابط اشخاص و ربطی به نظم عمومی اجتماع نداره، طرفین از قبل یا بعد میتونن خلافش رو توافق بکنند. توجه میکنید؟ پس بنابراین راه رو باز گذاشته. مضافاً به اینکه قضات ما که مسئول رسیدگی به این امور هستن وفق قانون دستشون بازه و چند مرحله‌ای رسیدگی میشه. یعنی یه دادگاه ابتدایی داریم،
دادگاه بدوی داریم و بعد میره مرحله تجدید نظر و چند قاضی راجع به یک موضوع و حتی در مراحلی حتی به دیوان عالی کشور میرسه. قضات دیوان عالی هم راجع به بعضی از دعاوی یا موضوعات اظهار نظر میکنن. پس بنابراین قانون وحی منزل نیست، در طول زمان هم میتونه تغییر بکنه. خب قانونی که مبتنی بر عرف نباشه به مرور متروک میشه. دقیقاً. الان قانونهای متروک ما زیاد داریم، قانونهایی که اسمن قانونه ولی رعایت نمیشه، مصادیقش هم شما خیلی دیدید، حالا جای پرداختن بهش توی این پادکست رو نداریم. این قوانین هم همینطور در طول زمان ممکنه دچار تغییراتی بشه، مقاومت‌های اجتماعی صورت میگیره یا جوامع مختلفی، جامعه زنان ما مبارزه میکنن، توی مقطعی مثلا میبینید تعداد نمایندگان زن تو مجلس بالاتر میره یا فراکسیون زنان که تشکیل میشه از قدرت بالاتری برخورداره، یک سری قوانین حمایتی به قول معروف وضع میشه. ما یه مشکلی هم که داریم، نه تنها مشاوره قبل از ازدواج با وکیل جا نیفتاده، مشاوره های قبل از جدایی و طلاق هم جا نیفتاده. یعنی طرفین میگن که آقا الان دیگه مشکلی نیست و دفاتر خدمات قضایی هست، میریم همه اینها فرمته، چرا پول وکیل بدیم؟ میرن بدون شناخت قبلی و آگاهی از تبعات کار استارت کار قانونی رو میزنن، بعد به مشکل میخورن، بعد تازه میرن به وکیل مراجعه میکنن. خود من به عنوان کسی که کارهای خانواده کردم و خیلی با این افراد سر و کار داشتم، گاهی وقتا که فرد قبل از استارت دعاوی به من مراجعه میکنه، میگم آقا ببینید مشکلاتتون رو خیلی راحت با گفتگو میتونید به نتیجه برسونید. خب اولویت طبیعتاً برگشت به زندگی زناشوییه، یعنی رفع اختلافات و کدورت‌ها و سوء تفاهمات و اینها. ولی اگر به هر دلیل به این جنبندی رسیدید که این زندگی ادامش به ضرر طرفینه، به ضرر فرزندانه و آسایش و آرامش توش نخواهد بود، چاره‌ای جز طلاق نیست. اینو با تفاهم میتونید حل و فصل کنید. همونطوری که با خوبی و دوستی و سلام و صلوات ازدواج کردید، با خوبی و دوستی و سلام و صلوات جدا بشید. توی موضوع مهریه یه بحثی داشتیم راجع به اینکه خب خیلی از خانم‌ها فکر میکنن که این پشتوانه است، خیلی خانم‌های دیگه هم حس میکنن که مثلا موقع خواستگاری وقتی داره راجع به مهریه چونه زده میشه، انگار حس یه کالا بودن بهشون دست میده و حس خوبی ندارن از مهریه گرفتن. و از روی کشورهای خارج جدیداً خب خیلی محبوب شده موضوع تنصیف اموال یا نصف شدن اموال، که به جای مهریه ما بیایم نصف کنیم اموالو در آینده اگر مشکلی پیش اومد. میخوام اولا این موضوع رو بگم که این دوتا تداخلی با هم ندارن، یعنی هم میشه خانم مهریه بگیره، هم میتونه درخواست تنصیف اموالو تو شروط ضمن عقد داشته باشه. ولی خواستم این تنصیف اموالو توضیح بدید و ازتون این سوالو دارم که آیا همون چیزیه که مردم فکر میکنن و همون نقشو داره؟ بحث تنصیف دارایی یا نصف شدن دارایی رو مطرح کردید. ببینید باید یه تفکیک بکنیم. به عنوان یکی از شروط ضمن عقد پیش بینی شده در سندهای ازدواج به صورت فرمت یه بند داریم به عنوان تنصیف دارایی، این یه بخشه. یه بخش دیگه هم داریم که به عنوان یه شرط اضافه طرفین میتونن توافق کنن. اون بخش سوال شما که جایگزین مهریه بشه و آیا اینها با هم منافات دارن یا نه، برمیگرده به شق یا قسمت دوم. یعنی چی؟ یعنی این که طرفین توافق بکنن که در طول زندگی مشترک با هم دیگه کار میکنن، زندگی میکنن، هر چی که میخوان بخرن نصف برای خانم باشه نصف برای آقا باشه. بله، به عنوان یه شرط ضمن عقد محترم، معتبره و میتونن قید بکنن. فارغ از هر گونه شرط خاصی طرفین میتونن همچین شرطی رو توافق بکنن. منافاتی هم با مهریه نداره، مهریه جای خودشه، شرط ضمن عقد جای خودشه. مهریه روی میزان مشخصی
به عنوان اندل مطالبه یا اندل استطاعه که براتون توضیح دادم یعنی چی میتونه توافق بشه. اون شرط ضمن عقدی که به صورت پیشفرض هم در سندهای ازدواج نیست میتونه اضافه بشه که طرفین توافق کردن به صورت شرط ضمن عقد که در طول زندگی مشترک هر چی که به دست اومد به این صورت سندش به نام زن و شوهر به صورت مشترک بخوره. پس این شرط ضمن عقدی که طرفین میتونن اضافه کنن. اما اونی که به صورت پیشفرض در سندهای ازدواج فرمت گونه اومده چی میگه؟ خاص زمان طلاقه. میگه اگر شوهر متقاضی طلاق بود، نه طلاق توافقی، نه طلاق به درخواست زن، اگر شوهر متقاضی طلاق بود و علت طلاق تخلف زن از وظایف زن و شوهری یا سوء رفتارش نبود، دادگاه میتونه تا نصف اموال شوهر رو، نه الزاماً نصف اموال، تا نصف اموال، یعنی ممکنه 1/3 اموال باشه، 1/4، 1/5 اموال شوهر. چه اموالی؟ اموالی که بعد از زندگی زن و شوهری به دست اومده رو شوهر رو مکلف کنه که به نام خانم منتقل کنه. پس چند تا شرط داره. یعنی اگر یعنی که به صورت مطلق نیست، یعنی که خاص زمان طلاقه. بله. در طول زندگی مشترک نه، خاص زمان طلاق. متقاضی طلاق فقط شوهر باشه و زن تمایلی به طلاق نداشته باشه، چون اگر زن متمایل به طلاق باشه میشه طلاق توافقی و طلاق هم به درخواست زن که اصلا بحثش جدا. و علت طلاق هم اون دو مسئله نباشه. دو مسئله چی بود؟ یکی تخلف از وظایف زناشویی، همون بحثی که بحث تمکین و اینا رو مطرح کردیم، یا سوء رفتارش. اگر اینها نبود دادگاه میتونه تا نصف اموالی که در زندگی بعد از ازدواج به دست اومده و در اختیار شوهره به نام زن منتقل کنه یا حکم بده که به نام زن منتقل کنه. و معمولا هم رویه دادگاه ها اینه که از قیمت اون اموال حکم میدن، چون بعد رفع خصومت بشه، یه جای خاتمه پیدا بکنه. چون اگر از عین اموال حکم بده که این درگیری و کشمکش ادامه پیدا میکنه. مثلا یه آپارتمانی به دست اومده، اگه بخواد بگه 2 دنگ یا 3 دنگ این آپارتمان به نام خانم منتقل بشه، پس بنابراین باز طرفین یه مال مشترک دارن که همیشه سرش بخوان دعوا داشته باشن. معمولا از قیمت حکم میدن. ولی واقعیتش هم اینو من تو پرانتز بگم، خیلی دلخوش به این بحث نصف اموال نباشید. چرا؟ حقیقت در طول این سالهایی که من خودم به عنوان وکیل کار کردم حتی یک مورد ندیدم که عملا من ندیدم که این نصف اموال اجرایی شده باشه. بله. علتش چیه؟ عرض کردم اون دلایل و مدارک برای دادگاه باید ارائه بشه. وظیفه زنه که دارایی‌های شوهر رو اعلام بکنه. گاهن دارایی‌ها مخفی میشه یا به نام دیگرانه، یا نه اصلا حتی اعلی شما در نظر بگیریم دادگاه بررسی‌ها رو کرده، دیده درخواست طلاق فقط از جانب مرد، زن متمایل به طلاق اولین شرط رو داره، ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی نیست، ناشی از سوء رفتار زن نیست، عرض شود حکم میده. خب شوهر میاد سبک سنگین میکنه. الان هم که همه چیزی اتیکت بررسی اقتصادی روش میخوره متاسفانه. میاد میبینه به نفعش نیست این قضیه رو. حکم صادر شده، حکم طلاق با شرط نصف شدن دارایی یا تا نصف شدن دارایی. سبک سنگین میکنه، میگه به نفعش نیست، از طلاق منصرف میشه. ظاهراً از طلاق منصرف میشه، به همون طلاق عاطفیشون ادامه میده. توجه میکنی؟ طلاق میخواد بگیره بره برای یه زندگی دیگه رو عملا شروع میکنه. بعد اون دارایی هاش رو حالا فرضاً سوری منتقل میکنه، جا به جا میکنه، خودش رو مدیون جلوه میده و اون اموال رو جا به جا میکنه. 6 ماه بعد، 1 سال بعد درخواست طلاق میده، دیگه اموالی باقی نمونده. توجه میکنید؟ امکان توقیف قبلیش هم وجود نداره. بله خیلی متفاوته با چیزی که عرف فکر میکنه که بله. قدم رو به جلوه. بله هست. ببینید اینا همه مسائلیه که پیش بینی شده که حقوق زن حفظ بشه، ولی باز من تأکید دارم که مسائل با تفاهم باید پیش بره. من گفتم
یه بخش دیگه ای از صحبتمون رو یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم اگر ممکنه، راجع به نفقه بود و اینکه نفقه به معنای هزینه‌های زندگی و باید همخوانی داشته باشه طبق چیزی گفتید با شؤونات یک خانم. این شؤونات رو یک توضیحی دادید، میشه یه ذره بازتر بکنید؟ مقصود از شؤونات وضعیت جایگاه اجتماعی و فردی زنه و شؤونات هم میتونیم دو قسمتش کنیم، یکی شؤونات فردی زنه، یکی شؤونات خانوادگیش. یه بخشی رو من براتون توضیح دادم، مثلا اگر این دختر خانم توی خانواده خیلی ثروتمند زندگی کرده که در یک لول خاصی زندگی میکردن که حتی خدمتکار داشته باشن، میتونه تهیه خدمتکار به موجب قانون وظیفه شوهر باشه برای ایشون تا این حد. این خب شؤونات خانوادگی دختر این رو ایجاب میکنه. یه شؤونات فردی هم این خانم داره. شؤونات فردی یعنی چی؟ یعنی ممکنه در زمان عقد ازدواج بله آقا با این خانم ازدواج کرده، این خانم تحصیلات عالیه‌ای نداشته، ولی در طول زندگی با توافق طرفین ادامه تحصیل داده، الان رسیده به یه حدی که استاد دانشگاهه، دکتراشو گرفته، جراح متخصصه. توجه میکنی؟ بله. شأن و شؤون فردیش اقتضا میکنه که این تأمین مخارجش به تناسب شؤونات فردیش هم صورت بگیره. بله. بنابراین این که باید همه جانبه، هم شؤونات خانوادگی و هم شؤونات فردی زن در زندگی لحاظ بشه و متناسب با اون بحث تامین مخارج. بعد این تامین مخارج فقط تامین خورد و خوراک و هزینه‌های اولیه زندگیه؟ نه، ببینید قانون در یه مقطعی، قانون مدنی به صورت حصری انحصاراً گفته بود نفقه عبارت است از این موارد، فقط همون موارد بود. کما اینکه الان هم در بحث نفقه‌ای که مربوط به خویشاوندانه، حالا حقوقیش میگن اقارب، به صورت حصری اومده. ولی با اصلاحی که در قانون صورت گرفت، مصادیق نفقه از حالت حصری خارج شد. همه نیازهای متعارف زن به عنوان نفقه ممکنه به عهده شوهر قرار بگیره. البته این که میگم ممکنه یعنی طبیعتاً به موجب قانون الزامه، مگر با تفاهم. همه نیازها یعنی چی؟ یعنی گسترش پیدا میکنه به هزینه‌های درمان، حتی شاید بتونیم هزینه‌های تحصیل، ادامه تحصیل. خب خیلی از دانشگاه‌های ما الان پولی هن. اگر شوهر رضایت داده که ایشون تحصیل بکنه در دانشگاه آزاد، تامین هزینه هاشم به عهده شوهر ممکنه قرار بگیره دیگه. پدر اون دختر خانم که نمیتونه هزینه شهریه ایشون رو بده. خب هزینه های سفر، اینها همه ممکنه به صورت متعارف. البته من نمیخوام دامنش خیلی گسترش بدم بله. ولی یه چیزی که متعارفه. خب به هر حال همه ماها داریم سالی یک سفر رو میریم به صورت متوسط. حالا یکی شؤوناتش یا سطح زندگیش اینه سفر خارجه میره، یکی یه سفر شمال میره، سفر جنوب میره، سفر زیارتی میره، تا یه حد و حدودی. اصلا قانون صراحت داره زن به صورت مستقل در دارایی خودش هر گونه که بخواد میتونه دخل و تصرف داشته باشه. میره سر کار، درآمد داره، مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک قانونا نیست. اگر درآمدش از شوهرش بیشتر باشه چی؟ باشه، مهم نیست. اصلا ببینید درآمد چند صد میلیونی داره در ماه و شوهر درآمد چند ده میلیونی داره، تمام هزینه های زندگی مشترک با شوهره. حالا این ممکنه ایجاد حساسیت هم بکنه در مخاطبین شما. من دارم چارچوب قانونی رو میگم. برای همینه که میگم طرفین باید با تفاهم زندگی خودشون رو پیش ببرن. من حرفای شما رو که میشنوم دقیقاً به همین نتیجه میرسم که کاش به قانون اکتفا نکنیم، چون اگر بیایم توی چارچوب تفاهمات خودمون خیلی میتونیم نزدیکتر به خواسته هامون پیش بریم تا به قانون اکتفا بکنیم. ببینید با آگاهی از قانون روابطمون رو پای ریزی بکنیم. درست میفرمایید. با آگاهی از قانون زن مکلف نیست، حالا ما هر دو طرف رو ببینیم، زن مکلف نیست هزینه های فرزند مشترک رو تأمین بکنه. اگر بچه رو گذاشتید یه مدرسه‌ای که هزینه بالایی داره به عهده پدره.
با توافق، با تفاهم و با آگاهی از قانون. من میدونم خیلی بحث گسترده، نمیخوام واردش بشم، ولی این نفقه صرف فقط به همسر تعلق نمیگیره. اشاره کردید به نفقه اقارب و خویشاوندان، یعنی به بچه‌ها. بین فرزندان رو جدا بکنیم، بله تامین نفقه فرزندان که مشخصاً به عهده پدره، البته تا یه سنی، همین سن، نه اینکه تا الالعبد. مثلا شما در نظر بگیرید پسر 40 سالش شده بگه نفقه ما هنوز باید بابا بده چون پدرمه یا دختره، به همین ترتیب نه. ببینید حتی در مواردی این فرد، این آقا یا این خانوم با شرایطی مکلفن هزینه های زندگی پدر یا مادر رو هم بدن. بهش میگن حالا نفقه خویشاوندان یا اقارب. با چه شرایطی؟ مثلا یه پدری هست پیر شده، فرتوت شده، امکان ادامه کار نداره، بالاخره هزینه هاش باید یه جوری تامین بشه. مادر همینطور. یه فرزندی داره، یه شرایط خاصی داره. حالا میگم وقتمون اقتضا نداره که به این چیزا بپردازیم. اون کسی که باید نفقه بپردازه، نفقه دهنده، باید شرایط، یعنی باید بتونه زندگی خودش و همسرش و افراد تحت تکفل اولیه‌اش رو تأمین بکنه. نسبت به اون مازاد اگر چیزی موند، نفقه یا هزینه های پدر هم بده و به حداقل ها اونجا قانونگذار اکتفا کرده با شرایط. و اون پدر یا مادری که میگه باید نفقه منو بدی، باید ناتوان از این باشه که خودش بتونه کار بکنه و هزینه های زندگیشو تأمین بکنه. مثالی زدم براتون، گفتم مادر پیر و فرتوته، هیچ منبع درآمدی نداره، امکان کار کردن و کسب درآمد نداره، پس بنابراین بچهش باید نفقه رو بده. نفقه اون از نفقه همسر محدودتره. حالا چون بحث نفقه همسرم چند جا صحبت کردیم، یه جمله ای رم اشاره گذرا داشته باشم. الزام شوهر به دادن نفقه زن مقصود زن دائمیه. کسایی که به عقد ازدواج به قید زوجیت شوهری در میان، قانونا شوهر به تامین نفقهش نیست مگر اینکه شرط نفقه شده باشه یا بر مبنای نفقه اون ازدواج موقت صورت گرفته باشه. اینو من لازم دیدم که ممنونم از توضیحتون، خیلی مفید بودش. قبل از اینکه وارد بحث آخر بشم، خواستم یه سوال بپرسم که تجربیات شخصیتون رو در بر میگیره. خب شما سابقه قضاوت داشتید، سابقه وکالت طولانی مدت داشتید، سابقه کارشناسی داشتید. خواستم بدونم با شروط ضمن عقد یا مهریه های عجیبی که ما توی جامعه میشنویم یا کیس های متفاوتی دست و پنجه نرم کردید یا مورد متفاوتی هستش که بخواید برای ما یک موردی رو مثال بزنید؟ خاصی به ذهنم نمیرسه. این مهریه های عجیب و غریب یا خارج از عرف زیاد دیدیم، ولی واقعیتش اینه که اینها روی همون کاغذه. سالیانی بوده که افتخار میدونستن مثلا دختر با یه مهریه بالایی ازدواج بکنه، مثلا مهریه 1000 سکه‌ای 1300 سکه‌ای در نظر میگرفتن. توجه میکنید؟ ولی به مرحله عدم تفاهم که میرسیدن، نه تنها راضی شدن که کلشو ببخشند، ولی حتی ممکن بود یه سری امتیازاتی هم به شوهر بده که راضی بشه این رو طلاق بده. که مثلا آره یه مورد بوده مثلا خانم می‌خواسته مهاجرت کنه، خارج از کشور بره، استرالیا بره برای کار و ادامه تحصیل و اینها، شوهر هیچ جوره راضی نبوده که هم به اتفاق برن، همین که اجازه بده ایشون تنها بره. چاره جز مثلا جدایی نبوده. علیرغم این که مهریه خیلی بالا بوده، گفته من مهریه‌مو میبخشم که رضایت بگیرم که شما به من که طلاق بگیریم که من بعد از طلاق بتونم از کشور خارج بشم. پس بنابراین مهریه نمیتونه تضمین خوشبختی باشه. البته این جمله خیلی کلیشه‌ای و نخنما شده. شروط ضمن عقد خیلی خوبه، حداقلش از این جنبه که طرفین با آگاهی و اراده یک سری تعهدات رو در قبال هم میپذیرند و اخلاقا خودش رو متعهد میدونن. شاید اون هم زمینه اجرایی بعداً پیدا نکنه. همون بحث تنصیف دارایی که شما گفتید، اگر یک آقایی حسن نیت نداشته باشه در قبال همسرش، شرط تنصیف دارایی شده، ولی هر چی که میخره از ابتدا به نام خودش سند نمیزنه، مخفیانه به نام دوستان نزدیکش میزنه
میگه مال من نیست، مخفیانه به نام پدرش میزنه، مخفیانه به نام مادرش میزنه. بله. و از اونها تعهد میگیره، رسید میگیره، وکالت میگیره و قابل اثبات نیست. ببینید اینجور مسائل حداقلش اینه که طرفین رو اخلاقاً متعهد میکنه در برابر هم دیگه، ولی الزامات قانونی شاید پیدا نکنه. این قابل مطالبه است؟ مثلا بال مگس مهریه میکنن، گل رز میکنن؟ نه متاسفانه این در یه مقطعی آره گل رز چرا؟ بله. ببینید مهریه اوصافی باید داشته باشه. یکی از مهمترین اوصافش اینه که مالیت داشته باشه، مشروع باشه، قابلیت تملک داشته باشه، ارزش داشته باشه، عقلایی باشه. الزاماً هم مال نیست، ممکنه انجام کاری باشه. اینی که قدیم میگفتن مثلا قلب شوهر مهریه زنش باشه یا دست چپش یا دست راست، نه اینا که اصلا نه عقلایی بوده، مگه منطقیه کسی دستشو ببره یا قلبشو خارج بکنه؟ اینا نه، اینا یا مثلا بال مگس و فلان مهریه های نامتعارف هست. گل رز بله مالیت داره، حالا گاهی وقتا که خیلی هم زیاد بوده، مثلا چند هزار گل رز مالکیت هم داشته، مواردش هم هست که حتی پرداخت هم شده، عینش هم پرداخت شده. ببینید مهریه اصلا باید ببریم جامعه رو به سمت و سوی آگاهی بخشی به جوانامون که مهریه برگرده به هدف اولش. چه اشکالی داره که اگر آقا مثلا متخصص یه زبان خارجه است، به خوبی فرانسه میدونه، زن بخشی از مهریه‌اش رو این قرار بده که شما به عنوان بخشی از مهریه من به من آموزش زبان فرانسه چقدر قشنگ انجام کاره. آقا موزیسینه، موسیقیدانه، یه پیانیست خیلی حرفه‌ایه، خانم بگه شما این هنری که دارید به عنوان بخشی از مهریه، مهر و محبتت به من آموزش بده. هم قابل نوشتن هم قابل درجه. مهریه هایی رو در نظر بگیرید که هم شدنی، هم عقلایی، هم قانونی، هم منفعتی درشه. توجه میکنید؟ الان کامنت میذارم مگه اینا نون و آب میشه؟ چرا نمیشه؟ همون عشق و علاقه رو بیشتر میکنه اتفاقا. درست دیگه. انگیزه بخشی میکنه. هم اعتباریه که زن داره به هنر شوهرش میده، به دانش شوهرش میده. توجه میکنید؟ رغبت نشون میده. هم شوهر رو مکلف میکنه، میگه بذار من بخشی. ببینید مهریه دینه، واقعیتش این رو بگم. اگر شما یه آدم معتقدی باشید، چه شرعی چه اخلاقی، قانونیش که به کنار، قانونیش که الزام قانونه، اگر فرد مذهبی باشید یک دین گردن شما، اگر مذهبی نباشید پایبند اخلاقیات باشید باز هم یک دین گردن شما. پس چه بهتر که شوهر خودش رو از بار این دین خلاص کنه. یعنی مهریه رو وقتی میپذیرید، توجه میکنید، خودتون مقید بدونید که باید پرداخت بشه. الان اگر من یه درآمدی پیدا کردم که مازاد بر نیاز روزمرمه، مازاد بر پسنداز اضطراری خانواده است، بدم به خانومم، بگم من مهریه شما رو قبول کردم، 14 سکه بهار آزادی. الان امروز رفتم بازار یه سکه خریدم، نه نیاز پسنداز خودم باشه و خارج از ضروریات روزمره، مخارج روزمره، این یه سکه رو بگیر. دین من شد 13 سکه. به مرور همه دینم رو میخوام بهت بدم. اون موقعی که ازدواج کردم نتونستم در جا تقدیم بکنم، الان میخوام با میل و رغبت تقدیم بکنم. اینجوری که شما راجع بهش صحبت میکنید اون بار منفی هم از ذهن من پاک میشه، یه جوری انرژی اصلا چرا مثبتی بار پشتشه. منفی؟ اتفاقا به مهریه به عنوان بار مثبت نگاه بکنید، برگردید به همون مهر و علاقه، به همون هدیه. چه اشکالی داره؟ ببینید الان مثلا ما جامعه سنتی اصفهان رو براتون مثال بزنم. بله. شاید مخاطبین شما هم تو کامنت ها این رو تایید بکنن که دختر خانم جزء مهریه‌اش نوشته میشه مثلا 10 مسقال طلا. این 10 مسقال طلا همون زیورالاتی علنگو گردنبندیه که سر عقد هدیه میدن، هم مهریه‌شه هم جواهراتشه. خب جوامع دیگه هم همینو میتونن. توجه میکنید؟ یا مثلا آینه شمدون نقره میخرن اگر حالا توانشون رو داشته باشن، در حد شؤوناتشون باشه، می‌نویسن چند مسقال نقره.
این در قالب آینه و شمعدان تقدیم همسر میشه. هم ادای دین شده، توجه میفرمایید، هم ادای دین شده، هم مهر و محبتش رو رسونده. میگه آقا در توان من هست که به فرض نمیدونم 50 مسقال برای شما نقره تهیه بکنم. نقره یه فلز ارزشمنده، یه اثر هنری، یه صنایع دستی خیلی قابل احترامه و خیلی هم چیز جالبی میتونه باشه، یادگاری زندگیمون باشه. در قالب آینه شمعدان هم مهریه است و نوشته میشه، هم ادا شده. بله. زیورالات همینو ما باید گسترش بدیم. ما توی یه اپیزود دیگه اثر مشترک هم که راجع به آب و مهریه صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که توی استانهای کم آب کشور یا جاهایی که آب ارزش داره، بخشی از قنات رو توی طول روز مهر خانم میکنن. بله. یعنی مالیت داره، بله. ارزش داره. من براتون درخت رو مثال زدم، اینها خوبه. مهریه چیزی که حی و حاضر وجود داره. یعنی ببینید وقتی طرفین میرن برای مقدمات ازدواج و دارن سبک سنگین میکنن همدیگر رو، جدای از تفاهم‌های اخلاقی، باید از نظر سطح زندگی هم تا حدی، حالا اصطلاح قانونیشو اشکال نداره، اصطلاح حقوقیشو میگن همکف بودن. همکف بودن یعنی همتراز بودن، هم سطح بودن، هم شأن بودن. این در شؤون مختلفی هست. یکی از مصادیق همکف بودن تا حدودی هم طبقه اقتصادی بودنه که زن و شوهر همکف باشن. خب و این رو میخوان ملاک قرار بدن. وقتی یه دختر پسری با هم دیگه آشنا میشن، تو مقدمات ازدواج دارن با هم صحبت میکنن، میبینن که از نظر خانوادگی تا حدی توی سطح هستن یا نه. وقتی که میبینن تا یه حد تو سطح هم دیگه هستن و مثلا شوهر آتی، شوهر آینده یه وضع مالی خوبی داره و خانواده با توجه خانواده دختر یا خود دختر با توجه به وضع مالی خوبه که داره راضی به این ازدواج میشه، میگه آقای مثلا خواستگار محترم، شما الان عنوان میکنی که خونه داری، ماشین داری، یعنی حداقل‌های تأمینی زندگی در شأن و مرفه، رفاه اولیه رو برای دختر ما داری، درسته؟ آیا حاضری من باب مهریه بخشی از اینها رو منتقل بکنی؟ ممکنه رضایت بده، ممکنه رضایت نده، ممکنه طرفین تفاهم کنن. بعدم یه چیزی رو بهتون بگم جناب نعمتی عزیز، این مهریه هایی که شوهر قبول میکنه به این عنوان، یا زن روش توافق میکنه به این عنوان که این پایه زندگی طولانی مدت باشه. خب کدوم عقل و منطقی قبول میکنه که برای یک زندگی 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله که متاسفانه الان خیلی از طلاق‌ها در این بازه زمانی بعد از زندگی مشترک اتفاق میفته، در این مقطع زمانی مثلا یک رقم چند 10 میلیارد تومانی باید خسارت چنین ازدواجی داده بشه. این پیش بینی هست. آره طرفین به صورت معمول 80 سال 90 سال ممکنه زندگی بکنن و 50 سال 60 سالش زندگی مشترک باشه. این پشتوانه مالی زن باشه برای طول زندگی مشترک. منطقی هم هست، متعارف هم هست. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی توضیحاتتون کامل بود، خیلی مفید بود. برای بحث آخر دوست دارم راجع به یکی از بحثایی که خب به شدت مورد هم استقبال هم توجه جامعه است صحبت بکنیم و بحث خیانته. یعنی یکی از دلایلی که ازدواج ها به پایان میرسه یا زندگی ها به پایان میرسه خیانت کردن هستش. میدونم که خیانت از دیدگاه عرف با اون یکی از قبیح ترین کارهایی که ممکن اتفاق بیفته و مصداقهای خیلی متفاوتی داره، ولی از دید قانون یک چارچوب مشخصی داره. ممکنه یه ذره راجع به اون چارچوب برامون صحبت بکنید؟ ببینید اول باید ببینیم که مقصود از خیانت چیه و خیانت از ناحیه شوهر مد نظره یا خیانت از ناحیه زن مد نظره. و همونطوری که شما به درستی گفتید این واژه خیانت یک مفهوم شاید اخلاقی داشته باشه، یک مفهوم قانونی داشته باشه. گاهی وقتا اصلا خیانت رو قانون خیانت تلقی نکرده ولی عرف یا اخلاق خیانت میدونه. حالا بخوام بازتر صحبت کنم، مثلا اگر یک مردی با وجود همسر بره به صورت مشروع یه همسر موقت دیگه اختیار بکنه، اصطلاح عامیانش یک زنی رو صیغه بکنه،
از دید همسر دائم اولش این خیانت محسوب میشه، ولی از نظر قانون یا از نظر حالا شرع شاید خیانت تلقی نشه، بگه حقی بوده که شرع یا قانون برای این مرد به رسمیت شناخته شده. توجه میکنید؟ بله. یا مثلا عرف ما یا اخلاق گاهی وقتا یک سری مراودات اجتماعی که فراتر از حد معمول هست رو هم خیانت، مثلا یک کامنت عاشقانه زیر یک پست آقایی رو یا زیر پست یک خانومی رو خیانت تلقی بکنن، یا پیغام هایی که یا مثلا توی فضای شخصی اینها به که هم دیگه رد و بدل میکنن. یا یه آقایی مثلا برای یه خانومی یه قلب قرمز و استیکر گل رز میده، خانومش متوجه میشه و این رو مصداقی از خیانت. نه، خیانت نیست. اون چیزی که قانون خیانت میدونه حداقل هایی براش متصور شده، اونجا هم حصری نگفته خیانت چه عنوانی رو داره. توجه میکنید؟ ببینید خیانت که اصلا جایگاهش در قانون به عنوان یک جرم ضد اخلاقی شناخته شده تحت عنوان رابطه نامشروع. بله. در این قالب، نه در قالب لفظ خیانت. گفته ما یک جرمی داریم به عنوان رابطه نامشروع. حالا این رابطه نامشروع ممکنه از ناحیه زن یا شوهری صورت بگیره که در عقد ازدواج یک مرد یا یک خانومی هست. این رابطه نامشروعی که مد نظر قانونگذار هست و جرم انگاری شده و براش مجازات در نظر گرفتن که مجازاتش هم مجازات تقریبا شدیدی هست، یه چارچوبی داره، یه مصادیقی رو براش ذکر کرده که حداقلش شاید یه ارتباط فیزیکی بینشون برقرار بشه. بله. توجه میکنید؟ مصادیقش رو قانون گفته در قالب 2 کلمه، حالا بازش نکنیم، ولی ببینید این میشه خیانت قانونی. ولی اینکه خیانت عرفی یا خیانت اخلاقی چیه، دامنش گستره است. خیانت اخلاقی ممکنه موجبی برای ازدواج باشه، خیانت قانونی هم همینطور. حالا یه چیزی که هست، اون خیانت قانونی اگر از ناحیه شوهر صورت بگیره، فرضاً زن ممکنه که به عنوان یکی از مصادیق اسر و حرج ارائه بکنه به دادگاه و متقاضی طلاق بشه. یعنی ممکنه خیانتی صورت گرفته باشه، خانم بره بگه که این همسر من به هم خیانت کرده، ولی در واقع قانون رو خیانت در نظر نگیره، چون مثلا به طور قانونی مرد رفته صیغه کرده و بله. این جرمی نیستش و فقط میتونه جزء مصادیق اسر و حرج باشه. درسته؟ اونم شاید دادگاه اسر و حرج تلقی نکنه. واقعا؟ مرد میگه که من رفتارم نسبت به این همسرم به نسبت زمانی که رفتم یه خانم دیگه ای رو به عقد خودم در آوردم هیچ تغییری نکرده، تمام هزینه‌های زندگیشم که دارم تأمین میکنم هزینه‌هاشم هیچ تغییری نکرده، عواطفم تغییری نکرده، پس بنابراین چرا مصداق اسر و حرج باشه و دادگاه ممکنه این دفاع مرد رو بپذیره. پس مجوز قانونی هم اینجا مرد نیاز نداره، اونجا فقط برای ازدواج قانونی دوم بود. برای ازدواج دائمه که ثبتش نیاز به اجازه دادگاه دارید. به موضوعات اخلاقی و شرعی رو نمیشه با موضوعات قانونی تداخل داد. توجه میکنید؟ و این مباحثی که خیلی گسترش پیدا میکنه. اونی که گفتیم باید بره اجازه از دادگاه بگیره برای ثبتشه، یا اگه بره ازدواج دائم بکنه شاید موجبات، ولی اینکه ازدواج موقت بکنه بشه ثبت کرد نشه ثبت کرد، اینو من فکر می‌کنم فاکتور بگیرید بهتر باشه. مثلا توی عرف ما زمانی که یک خانومی یک آقایی با یک خانم دیگه صحبت میکنه پای تلفن، ممکنه از چارچوب فراتر بره و در واقع ارتباط بیش از حد مجاز برقرار کنه، خانومش بهش شک میکنه، اگر متوجه بشه بر استناد این، یا اگر مثلا مسیج یا چت هایی داشته باشن با هم که خلاف عرف روابط باشه، میتونه بره درخواست طلاق کنه با این مدارک، به استناد این مدارک در دادگاه. اثبات وضعیت اسر و حرج به صرف این موارد دشواره، تشخیصش با دادگاهه. توجه میکنید؟ شاید مرحله اول دادگاه نپذیره. بله. عرضم
چیه؟ عرضم اینه که اسره حرج یعنی یک وضعیتی پیش بیاد که زن عادتا نتونه اون وضعیت رو تحمل بکنه. ولی برگردیم به چارچوب اصلی که خدمتتون عرض کردم و قبلا هم گفتم که هدف از ازدواج رسیدن به نهایت آرامش برای طرفین. اگر زن این مقدار رو خیانتی تلقی بکنه که عنوان بکنه من دیگه توی این زندگی هیچ گونه آسایشی ندارم یا از نظر روانی تحت فشار هستم و دادگاه این رو احراز بکنه، ممکنه، ولی من بعید میدونم، حداقل در بار اول طرح دعوا ممکنه یک زنی بیاد مرتب این کار رو تکرار بکنه. یعنی یک بار دادخواست طلاق میده، به این استناد دادگاه رد میکنه، میره دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر تایید میکنه، حتی به دیوان عالی کشور رسیده میشه چون فرجام خواهی میشه کرد روی احکام مربوط به طلاق، اونجا هم تایید میشه، دوباره از سر نو میاد تکرار میکنه. چند بار که این قضیه تکرار بشه، قاضی دادگاه میگه خب چه زندگیه؟ بله. وقتی طلاق عاطفی صورت گرفت، الزام نمیشه کرد که زن رو تو این محدوده قرار داد. چرا؟ ببینید خیلی از جرم‌های ما، شاید اینطوری بگم، خیلی از خیانت‌های آشکار و پنهان، شاید جرم‌های فراتر از اون، همسرکشی‌ها، وقتی که یک زنی بارها و بارها و بارها رفته دادگاه، دادخواست طلاق داده و هر بار رد شده و میخواد خودش رو از این زندگی خلاص کنه، این مرد براش قابل تحمل نیست، از کجا معلوم که دست به قتل نزنه؟ ممکنه اینو بکشه، بله، سم بریزه تو غذاش. توجه میکنید؟ پس بنابراین یه نگرش قضات هم باید توی این قضایای مربوط به طلاق تغییر بکنه. درسته طلاق جزء اختیارات مرده و زن حق طلاق نداره مگر در شرایط خاص و با اثبات یک موارد خیلی خاص و محدود. ولی گفتم دیدگاه قضات دادگاه هم تو این قضیه مؤثره. اگر تشخیص داد که این زندگی دوامی نداره، این زندگی پایه‌ای نداره و شوهر از این اختیار قانونیش به عنوان یک اهرم فشار، یک ابزار قدرت داره، سوء استفاده میکنه، باید جلوی سوء استفاده رو بگیره. مخصوصا وقتی که زن میاد به مثابه اون ضرب المثلی هست، میگه مهرم حلال جونم آزاد، میگه هیچ گونه توقع مالی من از این شوهر دیگه ندارم، نه مهریه میخوام، نه نفقه گذشته میخوام، نه اجرت المثل میخوام، نه حضانت هیچ توقعی ندارم. آقا منو رها کنه، من دیگه با این شوهر هیچ گونه آرامشی ندارم. خب رهاش کنید. یک سری رویه های قضایی ما باید اصلاح بشه تا یک سری جرائم جلوگیری بشه. درست میگید. کلی من با این مرد آسایش ندارم، آسایش روحی ندارم، آسایش جسمی ندارم، اصلا به ازدواج بعدی فکر نمی کنم. من میخوام از قید زوجیت ایشون خارج بشم چون در کنارش آسایش ندارم، برم یه زمینه کاری رو شروع بکنم، یه بیزینسی رو، یه شغلی رو، یه تجارتی رو شروع کنم، ادامه تحصیل بدم، هیچ گونه توقعی هم ندارم. برای چی ما باید اینو در این چارچوب؟ نه، تو باید ملزمی توی این زندگی قرار بگیریم. ما از ازدواج قفس نسازیم، زن رو محبوسش بکنیم. علل خصوص وقتی که میگه بابا من هیچ توقعی ندارم، فقط منو نجات بدید. هر انسانی، هر بشری یک بار فقط داره زندگی میکنه. چرا ما روزها، ساعات و سالیانی از این زندگی یک باره رو تلخ بکنیم به کام فردی که هیچ گونه آسایشی نداره؟ بله، جلوی سوء استفاده ها رو باید گرفت. اگر یک زنی میاد از ابزار مهریه استفاده کرده، تمام و کمال مهریه‌اش رو گرفته، حالا میگه طلاقم میخوام، بله دادگاه مخالفت میکنه، میگه مهریه برای طول زندگی مشترک بوده، نه بعد 5 سال که شما مهریه رو گرفتی حالا میگه من طلاق میخوام، هیچ موجبی نداره. جلوی سوء استفاده رو باید گرفت، ولی از اون طرف هم نباید به قول معروف از این اختیار مرد سوء استفاده بکنه. بله، ممنونم واقعا.
و سوال آخری که پیش میاد اینه که خب اگر اون خانم حق طلاق داشته باشه باز هم نیاز به اثبات عسر و حرجه، یعنی یا تحت هر شرایطی میتونه از حق طلاقش استفاده کنه و طلاق بگیره از همسرش؟ من صحبت شما رو جناب نعمتی اصلاح بکنم. زن حق طلاق داشته باشه نداریم، این عامیانه است، قانونی صحبت کنیم. حق یا اختیار طلاق با مرد و زن اختیار طلاق رو فقط در شرایط خاص ممکنه پیدا بکنه، یعنی اختیار تقاضای طلاق. اون چیزی که به صورت مطلق عنوان میشه که مثلا به عنوان شرط ضمن عقد یا توافقات پیش از ازدواج به زن داده شده جز حق طلاق نیست. اعطای وکالت از ناحیه شوهر به زن به صورت مطلق میگه این حق منه، ولی به صورت مطلق میتونم این حق خودم به شما وکالت بدم که شما هر زمانی که خواستی به اراده خودت از این وکالتی که من بهت دادم استفاده بکنی، نیاز به هیچ توجیهی هم نیست، با هر نوع طلاق هم خواستی خودتو مطلق بکنی. بله، به عنوان یک شرط ضمن عقد و طی وکالتنامه جدا. حال چون به این بحث رسیدیم من این خدمت رو عرض بکنم. به صرفه اگر دختر و پسری به این جنبندی رسیدن که اختیار طلاق همون گونه که در اختیار مرد هست بدون قید و شرط در اختیار زن هم باشه و این توافق قابل احترامه و محترمه و لازم الاجراست، جدای از این که به عنوان شرط ضمن عقد میتونه نوشته بشه، باید مرد پیش از ازدواج یا بعد از ازدواج یا حین ازدواج با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، محضر اصطلاحاً، محضر طلاق نه، محضر ازدواج نه، دفترخانه اسناد رسمی وکالت در طلاق رو به صورت مطلق بده. اگر چنین وکالتی داشت دیگه اون قیود و شروط و اثبات عسر و حرج نیاز نخواهد بود. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید بابت امروز، بابت توضیحاتی که دادید. خیلی مفیده به نظر من و خیلی کمک میکنه به جوانها و حتی کسایی که در ازدواج هستن، در زندگی زناشویی هستن ولی خب از حقوق خودشون آگاه نیستن. امیدوارم که بیشتر بتونیم از حضورتون توی دفعات بعد استفاده بکنیم. انشالله، در خدمتتون. ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. ممنون که این قسمت رو تماشا کردید. حس میکنم که همون جوری که سلامت روان، رشد فردی و امثال اینها توی همه جوانب زندگی ما نقش داره، حقوق هم توی تمام جوانب زندگی ما نقش بازی میکنه و ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم که بتونیم زندگی بهتری رو برای خودمون شکل بدیم. اگر براتون دغدغه است و اگر دوست دارید از این دست موضوعها و آگاهی‌ها استفاده بکنید، حتما عضو کانال ما بشید. توی اینستاگرام، توی یوتیوب و توی کست باکس با دنبال کردن اسم اثر مشترک میتونید که ما رو حمایت کنید. ممنونم ازتون.